اتهامایی که علیه ایران مطرح میشه، بخشیشو عرض کردم، اتهام انتیسمیتیسم، اتهام یهودی ستیزی، اتهام مضحک و مردودی است که به هیچ عنوان به ایران با تاریخش، با نگاهش به نوع انسان و دیدگاهی که داره نمیچسبه. بنابراین این اتهام کاملا مردوده. اتهام دیگه‌ای مطرح کردن که ایران به دنبال اقدامات ناامن‌ساز در برخی از کشورهای اروپایی بوده که این هم کسی باور نمیکنه، به خاطر اینکه کاملا باز یک اتهام ساختگی است. کشورهای اروپایی خودشون دچار نوعی تناقض هستند در سیاست‌هاشون راجع به ایران. از یک طرف مدعی گفتگو و تعامل هستند، از طرف دیگه به بهانه‌های مختلف بر رویکرد تقابلی از جمله از طریق اعمال تحریم‌های غیرقانونی اصرار می‌ورزند. خب حتما در رویکرد ما در گفتگو با اینها اثرگذار هست